نمی ترسم و نمی هراسم. جهانیان بدانند ما اول مسلمانیم و بعد افغانیم. بینی انگلیس در اینجا به خاک و خون کشیده، بینی روسیه و امریکا به خاک و خون کشیده شده است. ما افغانیم، ما مسلمانیم. این را میخواهم بگویم که ما را از کروز خود نترسانند. افغان نمی ترسد، نمی لرزد. اگر واقعا راست میگویم اینها قدرت نمایی خود را 4 روز دیگر به اسرائیل نشان میدادند، نه بر سر یک مشت مهاجر. و جریان هستید که اخراج مهاجرین، اخراج افغانان عزیز ما بدون توافق، بدون هماهنگی، بدون اینکه تو هزارها مهاجر را سرازیر کنی پشت مرزها بمانند، ای هم خیر باشد. از گرسنگی و تشنگی بمیرند، ای هم خیر باشد، چون ما عزت و آبرو داریم. اما این را میگویم که تحمل کرده نمیتواند افغان که تو ناموسش را بگردانی. افغان تحمل کردن نمیتواند. ای حاضرین، شاید در اینجا مهاجرین باشن یا نباشن، درد مهاجر افغان درد من و توست، غمش غم من و توست، آوارگیش آوارگی من و توست.